آره چنین توجیه میکنند، گناه و ستم و ظلمش را توجیه میکند، به گردن خدا بار میکند. از ما و شما هم میخواهد که او را اطاعت کنیم. لذا از اول هم ما میبینیم مسلمانان در این مورد خب دیدگاه های مختلف ابراز داشتند و خیلی ها نادرست برداشت کردند از قضا و قدر الهی. قضا و قدر الهی درست است، اما و همه مسلمان ها هم قبول دارند این را، اما در تفسیرش خب اشتباه کردند، چون مسئله فهمش خیلی سنگین است، سخت است. به همین خاطر هست که به همین خاطر است که در بعضی روایات هست که پیامبر منع میکنند مردم را از غور و بحث در قضا و قدر الهی، چون فهمش برای همه میسر نیست. اما ما روایاتی داریم که پیامبر یا صحابه در بعضی موارد برای کسانی که استعدادش دارند، بتوانند تحمل کنند، ظرفیتش دارند، پاسخ میدادند. چون این هم نیست که از همه منع کرده باشند. حالا بعضی بهانه قرار دادند، میگویند ما نباید در مورد قضا و قدر الهی بحث کنیم. نه، چون این هم نیست. ما روایاتی داریم که حالا چند تایش را عرض خواهم کرد که نه، توضیح دادند، پیامبر، صحابه اینا توضیح دادند اینکه قضا و قدر الهی چیست و به کدام معنی است. ببینید در تاریخ ما دو گروه داریم از اول، یعنی دو جریان اعتقادی در زمینه قضا و قدر الهی مطرح بود. یکی معتزله و یکی جبریه. معتزله را قدریه میگفتند، اما جبریه کسانی که تقریبا این اهل حدیث یک همچنین اعتقادی دارند. خب جبریه معتقد بودند که چون خدا گفته است که همه چیز را، یعنی همه چیز در دنیا بر اساس قضا و قدر الهی جریان پیدا میکند، ما شاء الله یکون و ما لم یشاء لم یکون، هرچی خدا خواسته خواهد شد و هرچی خدا هم نخواهد نمیشود. دیگه ما بحث نکنیم، هرچی اتفاق میافتد خدا خواسته است. خب ظالمی هست ظلم میکند، آقا خدا خواسته است، دیگه چیکار داری؟ خب اگر خداوند نیکوکار را وارد بهشت بکند، خدا خواسته است، خدا خودش هم خواسته است که او نیکوکار باشد. اگر بدکار را وارد جهنم بکند، خب خدا خواسته است، بدکار هم شده است، به خواست خدا شده است. دیگر خیلی خودشان وارد این بحثا نمیکنند و یه خود فرار میکنند از پاسخ به این که دیگه خدا هست که میدونی، دیگه بس ساکت شو، ایمان بیار، دیگه خدا همه خیلی گفته است. خب این که درست نیست. به همین خاطر جبریه برای فعل اختیاری انسان هیچ محل از اعراب نگذاشتند. وقتی از اونا میپرسید که شما پس بعضی از کارها رو من با اختیار خودم انجام میدهم، به این معنا که اگر من انسان نخواستم که نمیشود، میگن تو اشتباه غلط میکنی، تو اما هر چی که میخوایی خدا همون خواست خداست. میگید من در اختیاری من است که اگر من نخواهم که انجام نمیدهم. پس برای اراده انسان، اختیار انسان یک نقش قائلند، یعنی میگن که ما اصلا با وجدان و ضمیر میبینیم این رو که ما اراده ما در چگونگی افعال ما خب نقش دارد، دخیل است، دخالت دارد. ما حرکت کردیم کامیاب میشیم، حرکت نکردیم کامیاب نمیشیم. این که خیلی واضح هست. خب جبریه گفتن نه، دیگه باید همه چیز به خواست خداست. اراده انسان، تو فکر میکنی که تو اراده داری، هیچ اراده ای تو خائل نیستی. البته این ابوالحسن اشعری بعداً آمد یک تفسیرایی کرد به نام کسب، گفت که فعل کارم خدا انجام میده، کارهایی که ما انجام میدیم انجام دهنده‌اش خداست، چون خدا میگوید که خالق و کل شیء، همه ای کارها به دست خداست. اما این کارها به دست ما کسب میشود. در تفسیر کسب هم خب یک تفسیرای ضد و نقیضی ارائه شده است که انسان را قانع نمی‌کند اون تفسیر.
در برابر اینها معتزله قد علم کردند. معتزله هم گفتند که آره قضا و قدر الهی یعنی این است که همه کارها رو خدا انجام میدهد الا اراده، کارهای ارادی. یعنی اینها آمدن معتزله کارهای ارادی انسان، کارهایی که با اختیاری خود انسان انجام میگیرند، گفتند اینها از دایره قضا و قدر الهی خارج است. ببینید هر دو گروه، هر دو جریان اشتباه کردند. اشتباه جریان اول این است، در این است که خب اگر ما بگوییم همه کارها کارهای خداست که درست هم است، اما تفسیر شما اگر این باشد که هم کارهای اختیاری هم که ما میکنیم انجام دهندش خداست و ما هیچ نقشی نداریم، یعنی ما یک دست بسته هستیم، فقط یک هیکل هستیم که کارها خدا کارهایش را با دست ما انجام میدهد، خب پس چرا بحثی پاداش و جزا مطرح است؟ جنت و بهشت و اصلا اینا چرا خداوند بدکار را ببرد جهنم اگر اون خودش سبب اون کار نباشد، یعنی اراده او دخیل نباشد، با اختیار خودش کاری بد نکرده باشد، خب چرا او را وارد بهشت کنند، وارد جهنم کنند؟ همچنین نیکوکار را اگر او نیکوکاری کرده است، فعلی است، خب ما گوییم که این فعل خداست و او نه اراده و اختیاری و هیچ نقشی ندارد، پس چرا او رو بهشت برد خدا؟ توجه هستید؟ این اشکال واردی پاسخ میخواهد. نمیتون که چشم پوشید گفت که سکوت کنید. این اشتباه جبریه بود. اما معتزله هم اشتباه کردند. یعنی چی کارهای ارادی خدا از دایره قضا و قدر بیرون است؟ اینها گفتند که یعنی کارهای ارادی و اختیاری انسان از دایره قضا و قدر الهی بیرون است. یعنی این یک نوع وثنیت است، یعنی یک نوع اعتقاد به دو خدایی است. یعنی بعضی از کارها هست در این دنیا که فاعلش خداست، هم کارهایی که در دایره قضا و قدر قرار دادن اینها. اما یک نوع کارها هست که نه، اینجا خدا هیچ کاره است، یعنی کارها و اختیاری و ارادی ما، یعنی خدا اینجا هیچ دخلی ندارد. خب این هم گمراهی است. ببینید ما حالا این روایات را در این زمینه خواهیم خواند. اینها بدونید نتیجه یک نفهمیدنی چگونگی جریان کارهای خداست در هستی. پیامبر برای همین تو پیامبر در اون اوائل در صدر اسلام به همه کی نمی‌نشستند پاسخ دهند که این را بفهمانند، واقعیت قضا و قدر را نمی‌فهمیدند، مثلا ظرفیتش نداشتند، لذا می‌گفتند که سکوت کن. اما برای بعضی از صحابه های کرام که ظرفیتش داشتن توضیح دادن پیامبر این را خیلی زیبا تشریح دادند، روشن که قضا و قدر این نیست که تو فکر میکنی، یعنی ما همون مجبور باشیم. توجه هستید؟ مثلا من یک روایت میخوانم، ببینید این روایت در زمان حضرت علی کرم الله وجهه از آن زمان نقل شده است. راوی میگوید لما انصرف امیر المؤمنین علی بن ابی طالب من صفین قام الیه شیخ ممن شهد الواقعة معه فقال یا امیر المؤمنین اخبرنا من مسیرنا هذا ابی قضاء من الله و قدر. میگوید وقتی بعد از جنگ صفین حضرت علی با سپاهیانشان بعد از جنگ همه خسته و کفته داشتن میرفتن از جنگ، بعد از جنگ میرفتند و یک پیرمرد از سپاهیان حضرت خطاب به گفت که یا امیرالمومنین به من خبر بده این راهی که داریم میرویم، این کارهایی که داشت انجام دادیم آیا اینها با قضا و قدر الهی است یعنی همه؟ فقال له امیر المؤمنین علی بهش جواب داد که عجل یا شیخ فوالله ما علوتم تلعتا ولا هبتم بطن واد الا بقضاء من الله و قدر.
حضرت گفتن آره ای پیرمرد، ای شیخ، و خدا سوگند هیچ تپه ای رو بالا نرفتید و هیچ وادی رو پایین نآمدید. یعنی هر حرکت و سکونی شما، هر کاری که کردید، اینها همش به قضا و قدر الهی است. یعنی خدا خواسته است، قضا بر اساسی قضا و قدر الهی است. بعد اون شیخ گفت فقال الشیخ عند الله احتسب عنایی یا امیر المؤمنین. اگر چنین است، اگر همه این کارهایی که جنگهایی که جنگیدیم و نمیدونم این راههایی که طی کردیم و همه این مشقت‌هایی که از سر گذراندیم به قضا و قدر الهی باشد، پس پیش خدا ما حساب خواهیم کرد. یعنی گردن خدا بار کرد همه چیز را. گفت پس خب معلوم است که برای ما هیچی نماند جز اینکه مشقت. یعنی همه کارها را خدا کرد، ما هم وسط خیلی زحمت کشیدیم. بعد اون وقت حضرت گفت مهلا یا شیخ، یه خود صبر کن، تو نادرست فهمیدی. لعلک تظن قضاء حتما و قدرا لازما. تو شاید فکر میکنی این قضا و قدر یک چیزی حتمی است. یعنی خداوند نوشته است در لوح تقدیر، لوح، و به این معنا که شما هیچ کاره اید و حتما این اتفاقات واقع خواهد افتاد، شما هم هیچ کاره اید. یعنی شاید تو این گمان کردی. لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب والامر والنهی والزجر ولسقط معنا الوعد والوعید ولم تكن على مسیء لائمه ولا لمحسن محمده. حضرت فرمود اگر این برداشتی تو درست بود، لو کان کذالک، اگر این برداشتی که تو به من عرض بکنی درست باشد، اون وقت دیگه ثواب و عقاب یعنی پاداش و جزای و امر و نهی و اینا همش باطل می شود. یعنی اگر انسان مجبور است، خب اراده او هیچ نقشه ندارد در کارها، پس این خداوند که بگوید من نیکوکاران را وارد بهشت میکنم، نمیدونم بدکاران را وارد جهنم میکنم، اینا همه باطل خواهد شد، به معنا خواهد بود. ولا سقط معنى الوعد والوعید، معنای وعد به بهشت و وعید به جهنم، این همه دیگه ساقط، از اعتبار ساقط خواهد شد. و برای بدکار دیگه ملامت نخواهد بود. یعنی اگر بدکار کاری بده کرد، تو ملامت نکن او را، چرا که بخواست خود با قضا و قدر الهی است. یعنی به این برداشتی که تو داری برداشت میگونی که او هیچ کاره است، خب پس دیگه هیچ ملامتی در این میان مطرح نیست. ولا لمحسن محمده، آن کسی که کاری خوب کرده است، نیکوکار را دیگه ما نباید ستایش کنیم، حمد کنیم. ما اصلا سزاواری حمدی و ستایشی ما نیست، چون اگر کاری خوب کرده است که خب خدا خواسته است، اون که هیچ کاره است. ولکان المحسن اولا باللائم من المذنب والمذنب اولا بالاحسان من المحسن. حضرت فرماید که در آن صورت دیگه نیکوکار شایسته تر به ملامت بود از گناهگار و گناهگار سزاوارتر به احسان و نیکوکاری بود از محسن. توجه هستید؟ تلک مقالت و عبدت الاوثان. گفتن گوش بده، این حرفی برداشتی که تو داری بکنی، این فکر و اندیشه بت پرستان است که بت پرستی خود را در قرآن هست. اگر خدا نمیخواست که ما بتان رو نمیپرستیدیم، میگفتن، توجیه میکردن کفر و شرک خودشان را. خدا خواسته است که ما مشرک باشیم، حالا پیامبر آمده که بسری ما چی بگویی؟ تلک مقالت و عبدت الاوثان و خصماء الرحمن. این اندیشه، این پندار، این سخنی دشمنان خدای رحمان است. و قدریت هذه الامه، این سخنی کسانی است که در آینده از این امت یک گروه پیدا میشود، نامش هم قدری هاست. منظور هم مجبره، یا بعضی ها تفسیر کردند قدری هاست. و مجوسی ها، مجوسی این امت گفتند، یک کسانی رو که یک همچنین پندار و اندیشه در سر دارد را. یا شیخ، حالا پاسخی حضرت را ببینید.